ولایتین یکگرتوین امریکا پرا پیشکش حکومت دمکیا سوری دکه به بهای 6 میلیون دلار دریا پروگراما بالاخضر یا بسر حکومت دمکی و با آرمانجا بریو برنا پروژین آواهی و هوارچونه ده دورند بن کنترولا شورش گرانده. لباجار عنتابه و کنفرانس روزنامه‌وانی ده او منحه هات راگهاندن و سروکه حکومت دمکی یا اپوزیسیون سوریه احمد طعمه راگهاند. گوف آلیکاری یکم پشتگیری راستوخو جو حکومت امریکیه با حکومت دمکی و سربارکر گوف آلیکاری هات پشتی هولن حکومت دمکی ده دماداوی ده با پیشکش کرنا آلیکاریان با خلکن سوریه لهندر سوریه. طعمه دیار کر گوان جواکا ناف دولتی پشت راست کریه لسر اگرا آوا کرنا لاشک سیاسی نو با قناغا و گوهستنی ده سوریه ده وی وقتی حکومت دمکی و آلیکار بپیره. هر وها دیار کر گو پروگراما بالاخضر بوا برفرهتر و جور بجور و چقاس امکار بن آلیکاریا خلکه بکن و وی پروگرامی لپیش بخن او قاس دولت و زیدتر پشتگیریا حکومت دمکی بکن. پروگراما بالاخضر دنیف سالا بوریده ده سپیکر بوت جکرنا والاهین اداری و خدمتگزاری لدورین دبنه دستهلاتا اپوزیسیونه ده. جالی خوان و نره وکالت امریکی یا گشپیدانا دولتی USAID مارک وورد تکسکر گو باوربونا حکومت امریکی به حکومت دمکی سوری زیده بو پشتی ازمونین گو حکومت دمکی به دست خست لسر ارده و معاملیاوی لگل انجمنو دزگهن خوجهی و لسر پرسا گلو اف پرا وک اعترافک به حکومت دمکی تی راگهاند گو اگر حکومت دمکی بسرکت بشوی دابش کرنا وان پریان و صرف کرنا وان و منحن دیجی بین شاندن بو کم کرنا ایش و آزارن خلک سوریه تیزانین گو اف پروگرام دوره کفتن لگل USAID امزکریه و دابش دبه لسر دو منحیان یا یکم ببهایا 4.4 میلیون دلار بوزیده کرنا ریوبرین وزارت حکومت دمکی به آلاو و پیوستیان من حادوام جی ببهایا 1.6 میلیون دلار جبو بهیس کرنا رولا ریوبرین بسر حکومت دمکی ده. بهار امین درویش آرک